بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده ها و بیننده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گناهانی که وابسته به زبان هست، گناهان بزرگی که تعلق به زبان دارد، سروران نهایت گرامی خیلی ها زیادند. شاید یک تعداد از برادرانمان آگاهی داشته باشند از گناهان بزرگی که مربوط به زبان می شود و از الله سبحانه و تعالی توفیق عمل را خواهان هستیم که تا آغشته به این مرض مهلک نشوند. و شاید یک تعداد از برادرانمان باشند که آگاهی نداشته باشند. برای از اونها عرض میکنیم دوستان عزیزی که آگاهی ندارین، گناهان بزرگی که مربوط به زبان می شود عبارت از غیبت است، عبارت از دروغ گفتن است، عبارت از بیهودگویی هست، عبارت از سخنچینی هست، عبارت از راز مردم را افشا کردن است، عبارت از تهمت زدن است، عبارت از بهتان کردن است. ببینید دوستان عزیز نهایت گرامی، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 83 می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکی سخن گویید. تحت این آیه شریف در تفسیر روح المانی آمده گفتار نیک با مردم عبارت از پرهیز از دروغ هست، پرهیز از غیبت است،